هم دیگه اومدیم گرونترین و خفن‌ترین آتش‌بازی چهارشنبه سوری با هم دیگه داشته باشیم. توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه همه نوع آتش‌بازی رو انجام بدیم. از ارزان‌ترین گرونترین آتش‌بازی چهارشنبه سوری توی یه ویدیو با هم بهتره کنیم. آتش‌بازی 5000 تومانی داریم، آتش‌بازی 6 میلیونی هم داریم. 6 میلیون تومان. این بخشی از همه ترقه‌هایی که ما داریم و دست بچه‌ها میتونید ببینید. این گرونترین ترقه کل بازاره که قیمتش 6 میلیون تومانه. این ویدیو گرونترین و خفن‌ترین ویدیوی تاریخ کانال منه. به هیچ ویدیویی اینقدر هزینه نکردم. از هتل هم بیشتر. هتل که کلا 20 میلیون شد. یه ترقم 6 میلیونه. آماده اید یا نه؟ بزن بریم سراغ ویدیو. خب بچه اول از همه یه منور خیلی ساده داریم که فکر کنم قیمت هر کدومش 5000 تومان 10000 تومان. یه چیز خیلی ساده است. خب ببین درسته ما گرونترین آتش‌بازی رو می‌خوایم درست کنیم توی یوتیوب، ولی نمیشه که از اولش بخوایم گرونترینا رو استفاده بکنیم. باید ارزونا رو هم استفاده تکون بده. تکون دادنیه مگه؟ آره باید اینو تکون بدی. هیچی نمیشه. آقا به تکون نیست، اینا خرابه. بابا این آسون ترین و الکی ترین و ارزون ترین و مسخره ترین چیزی که شما توی چهارشنبه سوری میتونید استفاده بکنید. این چه هیچی؟ ازم بریم سراغ چیزای بهتر. منو منفجر میشه؟ نه دیگه این یه آبشاره. 100,000 تومان قیمت این یکیه. یه چیزی که میخواستم بگم، ما هر آتش‌بازی که توی این ویدیو استفاده میکنیم آتش‌بازی خطرناکی نیست و بی خطرترین آتش‌بازی که شما میتونید داشته باشید. این 100,000 تومانیشه. ولی از الان به بعد دیگه فقط میریم سراغ چیزای گرون و خفن که شاید کمتر دیده باشید. بریم سراغ بعدی. این آبشار معمولی بود. از الان تازه ویدیومون شروع میشه. این اولین ترقه‌مونه که قیمتش 250,000 تومانه. این ارزونه است؟ یعنی ارزونه؟ بله. انقدر ترقه خریدم که تا صبح ترقه داریم. نه نمیدم بهم. وزنشو به بچه‌ها بگم. خیلی سبکه بچه‌ها. بچه این ترقه 250,000 تومان قیمتش و میره بالا و یک شات میتره. یک شات. حالا ممکنه بیشتر. به نظرت چه اتفاقی میفته الان؟ میره بالا و منفجر میشه. نه بابا. بس. دوست شاشم. این لول اولمونه. منتظر چیزای خفن‌تری بود فقط. این تازه اولیشه. بزن بریم سراغ بعدی. پشمای فیلمبرداری خالی پشمام ری. بغلم موج زده شده آجی، موجی شده یا من مستعدم موج خطری نداره اینا بچه‌ها. اصلا اوکی خطر نداره، فقط یه ذره دلتون اینجوریه میشه. یا بچه‌ها موجی میشن موجیتشون. ترقه بعدیمون قیمتش 275,000 تومانه. کلا 25 تومن گرون. خب یعنی مثل همونه طبعا. ولی 7 شات داره و ارتفاع کمتر میره بالا، ولی رنگاش فرق داره. بزن بریم سراغ ترقه بعدی. هرچی میگذره کلوفتر میشن. آفرین. او روشن کن. الان باز قراره سورپرایز شه. دفعه آمادم. این دفعه هم آماده نیست. نمیتره که تابلو. اون دو تاییه. همین. گفتم نه هر کدومش رو تموم شد. نه آقا تموم نشده. به 275 شد. همین قبلی خفن‌تر بود. ولی الان میخوام باز سورپرایزتون کنم. یه دونه دارم نمیدونم چجوری، ولی 25 تا شاته. 25 شات 7 تا بود الان. بچه‌ها 3 تا 25 شات دارم. 25 شات کوچیک، متوسط و 25 شات 6 میلیونی که بزرگه. برم کوچیک رو بیارم. ریدم. مطمئنی سیفه؟ حاجی پسر دیوونه نیست. حاجی روش نوشته بود نمیشه. روش نوشته بود که 10 متر فاصله بگیرید. این خوبیش میدونی چی بود؟ صدا نداشت. قیمت اینو بخون. 450,000 تومان. چیه؟ باز کلوفتر. آها کلوفتی فقط تاثیر داره. 450,000 تومان 25 تا شات. ببینیم این چیه. این چقدر باید فاصله بگیری؟ همین اندازه. چی کردی الان؟ آره دیگه. چه صدای باحالی داره. پناهگاه استفاده لول اول ترقه‌هامون تموم شد. الان می‌خوایم بریم سراغ لول دوم و بعد لول آخر. ترقه‌های معمولی بود که شاید دیده باشید. ولی عزیزان می‌خوایم بریم سراغ ترقه‌های خفن‌تر. بزن بریم. آماده ای یا نه؟ یعنی تا الان خفن نبود. تا الان معمولی بود. معمولی بود. می‌خوام بزرگترین آبشاری که شما میتونید تو ایران پیدا کنید نشون. نیاگارا. این آبشارمونه که بازم کلوفتر شده. ولی این گرونترین آبشاری که شما میتونید تو ایران پیدا کنید. 1 کیلو آبشاره. بهم گفت تا ارتفاع 5 متری میره، ولی من باور نمی‌کنم. دو دسته بده. بفهم. چه یک ببینیم واقعا 5 روشن کن. امکان نداریم 5 متر بره. میره حاجی الان. به خدا نمیره. 5 متر میشه 4 برابر این، 5 برابر این. میره.
همش ایمان دارم. همین بود. واقعا دارم ناامید میشم. کم بود اسم میکنم 800,000 تومان پول اینو دادم. همین 5 مترشون اینه. کلا آبشار چیز جذابی نیست به نظرم. کم داره تلاششو بیشتر میکنه. آقا جرقه‌اش داره بیشتر میشه. جرقه‌اش تا 5 متر میره. ولی داره میرسه. جرقه‌اش تا نه آقا شد دیگه. 5 متر 4 بالاترینش به 5 متر میرسه. تا الان میتونم بپرسم ترقه مورد علاقتون کدوم بود؟ اولیه من 2 تا دیگه از اون خریدم، بریم 2 تا با هم بهتره کنیم. ببینیم وای جو اول بازم خوردم چه خوب بود 2 تاش با هم خیلی خفن‌تر میشه. خیلی خفن بودی نداری دیگه؟ نه دیگه از اینا نداریم. 15 تا دیگه بیار اگه راست میگی از اینا نداریم، ولی از این خفن‌تر خریدم. نمیشه داداش میشه. ترقه بعدی که داریم یه ترقه 8 روته است و اینو باید آریان بگیره دستش و من اینو روشن کنم. این خیلی منوره آره یه ببین گرونترین منوری که من واقعا میتونستم چند پیدا بود کنم. قیمتش؟ 520,000 تومان. ایول خوبه بزن به اونجا میرسه دیگه. بابا من ترسیدم آریان یا اول نکن بچه اوه چند تا میره چند تا میشه خیلی صداش خوبه چند تا شده بچه؟ چند تا تیره دیگه فقط اونجا که من بریدم اونجا نخوردم چشمون داشت. بزن بریم سراغ ترقه بعدی خفن‌تر از پرسر. این دیگه خفندر نیست 5 لول دیگه مونده. بزن بریم. رسیدیم به شوتر ویسل. 16 تا شوت داره و اولین ترقه میلیونی من میشه. بخونم 1,000,000 تومان قیمتشه. اولین ترقه میلیونی. او نوشته میگه عجب توجه نگاه چقدر گنده زده گفته آقا یه جا بذار صاف باشه نکن دست نزن. بریم اینم بهتره کنیم ببینیم این قراره چی بشه. بیا اینجا باسو این سر و صداش خیلی زیاده. خیلی زیاده انتظارمو اصلا بیزار و یکی داره سود میزنه اصلا چیز خوبی نبود. اگه کسی رو گم کردید میتونید اینو بذارید سریع پیداش میکنید. جایزه داشت اینجا پیدا شد. اصلا انتظار داره تموم نمیشه رامی اینجا سود بزن بچه تموم نشده. خب 1,000,000 چرا نداری؟ شماره رامی رو میذاریم اینجا واسه مجالس میتونید بگیرید. شب خودم میتونم بهتر خب چرا پول دادی من سرویس. آقا این 1,000,000 بود ولی قبلیه بهتر بود. امیدوارم بعدی که 1,600,000 از این بهتر بود. یا اول بزن بریم. حتی قیمت این یکی 1,600,000 شاید کوچیک‌تر به نظر بیاد از قبلی ولی خب گرونتر. امیدوارم که این یکی به نسبت به قبلی بیشتر هیجان بده، مخرب‌تر باشه بزن بریم. سر همین اتمی خریده فکر کنم که بدو میدونم اصلا خاموش شد. آقا بیا بهش نگاه نکنی بهش نگاه نکنی بهش نگاه بهش نکنی. نگاه نکنی میترسم اینو چرا میره بالا؟ پشم نگو این چه واقعا خوبه. نگو پشم بگو چقدر شد حاجی. 7 شات بود دیگه گفتم. آره دیگه 7 شات بود. نه دیگه آقا 7 شات بود. این از همشون بهتر بود. قبول داری یا نه؟ بچهای پشت سر داداش یه دونه خیلی بیشتر از 7 بود. این خیلی از همشون خفن‌تر بود. ولی الان باید بریم سراغ ترقه 2,500,000. واقعا پولاشو زده با نظرتون چیه؟ به نظرتون واقعا ارزش 2,500,000 رو داره یا نه؟ باید ببینم باید ببینیم 25 شات 25 شات شاتی 100,000 تومان شاتی 100,000 تومان. بزن بریم. آقا باید بیاد کمکم این دفعه.
با هم باید بریم. آی فیلم بردار شما چرا باید با هم بیای؟ باید با هم بریم و آخ پام درد میکنه. اشکال نداره بیا. نظاره میکنم تو آقا. فندک بگی تو نور بنداز. فرار میکنیم بعدش. بچه‌ها بعد این یه طرقه 6 میلیونی داریم. هر چی که این 4 برابرش یعنی 3-4 برابرشه. فرار کنید دیگه. برو اخیام آجی خیلی خفن بنفش داشت فقط طول میکشه. نفسم گیره. تموم شد. نه آخرشون چند تا بود؟ 5 تا شات بود. آجی این واقعا خفن بود. فقط این که با ارزششو داشت. واسطش گوشیشو وای گوشی آقا این که بمب بود. بعدی 3-4 برابر خفن. وای بلمون کن. آماده طرقه 6 میلیونی هستید یا نه؟ نه. بیارش. من اصلا آمادهش نیستم. اومدم 110 بله بزن مریم بریم تو تو هم کارش. بیای داداش. بزن قراره بتره کنیم. حاجی دیوونه شدیم حاجی بعد از همیشه دورتر بشیم. چون این یکی واقعا خفن‌تره. بابک واقعا ترسناکه. بریم حاجی جون داداش. بابا آخه ببین چقدر گنده است. آماده هستی دیگه. آره حاجی بریم حاجی بریم یا ابوالفضل. یاس آریان برو. آقا طرقه 6 میلیونی. حاجی اوه پشمو اوه خیلی پشما چقدر حاجی نفسم بالا نمیاد. حاجی رنگاش هم خیلی خفن. این واقعا ارزش 6 میلیون داره. تموم نمیشه 25 تا شاته. این هر یه دونش اندازه یه دونه از اون خفن است. قشنگ‌ترین چیزی که تو زندگیم دیدم. من خسته شدم اون خسته نشد. هر یه دونش صدای بمب میده. این آخری بود. ای بابا واقعا خوشحالم. چهارشنبه سروز مبارک. واقعا چهارشنبه سورتون مبارک. این واسه همه شما. اگه از ویدیو خوشتون اومد همین الان ویدیو رو لایک کنید. چی تموم شد. واقعا طرقه‌های آخر خیلی خوب بودن. خیلی خفن بود. عشق کردم. بچه‌ها این ویدیو به خاطر شما بود. اگه از ویدیو خوشتون اومد همین ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی شب بخیر.